سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه از کانال چی توشه. توی این ویدیو قراره با هم بریم سراغ بازی معروف مونوپولی و با هم ببینیم چیا توشه. پس با ما همراه باشید. توی بازی مونوپولی هدف ما اینه که توی زمین بچرخیم و تا میتونیم زمین بخریم و صاحب خونه و هتل بشیم و تبدیل بشیم به یه پولداری که بی‌رقیبه. توی بازی 3 تاس وجود داره که معمولا از 2 تاش استفاده میشه و یکیش بازی چالشی تر میکنه. چند مهره فلزی، پول کاغذی، کارت املاک، شانس و جعبه و یه سری خونه و هتل که باعث افزایش کرایه زمین میشه از چیزای دیگه این بازیه. اگه از ویدیو خوشتون اومد کانال را ساب، ویدیو رو لایک و نظراتتون رو کامنت کنید.